در پی مناقشه و سنگاندازی ساکنان منطقه نزدیمرزی قرقیزستان و جزیره قلمرو تاجیک نشین ازبکستان ده ها نفر از دو طرف مجروح شدند. وزارت تندرستی قرقیزستان یکم ایون خبر داد که در این برخورد 25 شهروند این کشور جراحت برداشتند. مناقشه در منطقه بحث برانگیز میان ناحیه سوخ ازبکستان و ولایت بادکند قرقیزستان به وقوع پیوسته است. وزارت تندرستی قرقیزستان گفته است از میان مجروحان 4 نفر به شفاخانه شهر ایدرکین فرستاده شدند. حال 2 نفر آنها بعد جراحی وزنین ارزیابی می شود. بنا به گفته ساکنان جزیره قلمرو سوخ ازبکستان در این مناقشه 16 ساکن محلی مجروح شدند، ولی مقامات ازبکستان شمار جراحت برداشتگان را تصدیق یا رد نکردند. اداره مرزبانی ازبکستان با نشر یک بیانیه کوتاه گفت وضعیت در منطقه مرزی زیر نظارت است و مقامات از هر دو جانب در محل حادثه کار میبرند. سنگاندازی و مناقشه بین ساکنان دهه قرقیزی چچمه و ساکنان محله چشمه سوخ نیمه روزی 31 می به وقوع پیوست. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به اطلاع مقامات این کشور میگوید ضمن پاکسازی چشمه بحث لفظی بر سر آنکه چشمه به کی تعلق دارد به جنجال و زنازنی و خشونت پیچیده است. ساکنان اول طرف همدیگر سنگ پرتایی کرده بعداً به آتش زدن چند خانه شروع کردند. به اطلاع خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی مناقشه تا ساعت 7:30 به وقت محلی ادامه کرده است و تلاش مأمورین ملیسا هم برای گرفتن پیش راه زنازنی به زودی نتیجه نداد. جزیره قلمرو سوخ ازبکستان در داخل قرقیزستان یکی از منطقه‌های عمدتاً تاجیک نشین در مرز با ولایت بادکند است. ساکنان محله چشمه هم اکثراً تاجیکان میباشند. اکرم مدومرف معاون نخست وزیر قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت چشمه را ساکنان دو طرف استفاده میبرند. هر سال مردم یک جا از راه حشر چشمه را پاکیزه میکنند. بحث ها به گفته او سر استفاده این چشمه زود سر میزنند. مناقشه نوبتی هم هنگام چنین یک حشری دست جمعی سر زده است.